در دل خوزستان بنای باستانی قرار داره که تاریخ رو به چالش میکشه. اینجا چغازنبیل، قدیمی ترین و بزرگترین زیگورات ایران. خیلی خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه از سری ویدیوهای معرفی ایران در کانال پسی. امروز میریم سراغ زیگورات ها، سازه هایی که از دور شبیه اهرام مصرن اما داستان و کاربرد متفاوتی دارن. تا آخر این ویدیو قراره با حقایق عجیبی در مورد این اهرام ایرانی روبرو بشید که شاید هیچ کجا نشنیده باشید. اولین سوالی که ممکنه براتون پیش بیاد اینه که زیگورات چیه؟ زیگورات یک سازه پله‌ای شکله که تمدن‌های باستانی مثل ایلامی‌ها و بین‌النهرینی‌ها برای نیایش خدایان می‌ساختن. این سازه‌ها برخلاف اهرام مصر که مقبره بودن، بیشتر شبیه معابد بودن و مرکز قدرت دینی اون دوران حساب می‌شدن. جالب اینجاست که یکی از بزرگترین و مرموزترین زیگورات‌های جهان درست همینجا توی ایران ساخته شده. اما چرا اینجا ساخته شده؟ چطور از فراموشی نجات پیدا کرده؟ و چه رازهایی رو در دل خود پنهان کرده؟ اینجا چغازنبیل، بزرگترین زیگورات ایران و یکی از کهن‌ترین بناهای مذهبی جهان. چغازنبیل یک زیگورات عظیم در جنوب غربی ایران در نزدیکی شهر شوش، پایتخت باستانی ایلامیان قرار داره. این بنا در قرن 13 پیش از میلاد به دستور شاه ایلام ساخته شده. این زیگورات معبدی برای پرستش خدای بزرگ ایلامیان بوده. چیزی شبیه به اهرام مصر اما با ساختاری کاملا متفاوت. چغازنبیل یکی از معدود بناهای تاریخیه که از دوران ایلامیان باقی مونده و به عنوان یکی از مهمترین آثار باستانی ایران به عنوان نخستین اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو در ایران ثبت شده. اما داستان ساخت و معماری شگفت‌انگیز اون چیه؟ چغازنبیل در زمان خودش یک پروژه عظیم مهندسی محسوب میشد. این بنا از چندین طبقه تشکیل شده بود و احتمالاً ارتفاع اولیه اون به 52 متر میرسید. اما امروز فقط بخشی از اون باقی مونده. ساختار اون شامل هزاران آجر پخته بود. برخی از اونها با نوشته‌هایی به خط میخی ایلامی تزیین شده که نام پادشاه و اهداف ساخت بنا رو توضیح میدن. یکی از شگفتی‌های چغازنبیل سیستم آبرسانی پیشرفته اونه. تصور کنید 3300 سال پیش مهندسان ایلامی با ساخت کانال‌های آب را از رودخانه کرخه به این شهر منتقل می‌کردند. اما چغازنبیل فقط یک معبد نبود. تئوری‌هایی وجود داره که این بنا شاید به عنوان یک رصدخانه نجومی نیز استفاده می‌شده. چینش اون نسبت به جهت‌های جغرافیایی دقیق تنظیم شده و برخی از محققان معتقدند که ایلامیان از این مکان برای مشاهده حرکت ستارگان استفاده می‌کردند. نکته جالب دیگه کشف 5 مجسمه سنگی گاو در ورودی معبده که احتمالاً نمادهای مقدس این معبد بودند. اما هنوز بسیاری از رازهای چغازنبیل کشف نشده باقی موندن. امروز چغازنبیل یکی از مهمترین آثار تاریخی ایرانه. از سال 1979 در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته و همچنان یکی از مقاصد مهم گردشگری در خوزستان محسوب میشه. اما این بنا نیاز به حفاظت داره. باد، باران و فرسایش طبیعی هر روز بخشی از این میراث کهن رو از بین میبره. چغازنبیل فقط یک مجموعه آجری نیست. اینجا پیامی از هزاران سال پیش برای ماست. پیامی که از شکوه یک تمدن، از دانش پیشرفته، از هنر و اعتقادات مردم باستان حرف میزنه. این بنا نه تنها بخشی از تاریخ ایران بلکه بخشی از تاریخ جهانه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و اطلاعاتش به شناخت بهتر سرزمین ایران کمک کرده باشه. اگر دوست داشتید ویدیوهای بیشتری مثل این ببینید با سابسکرایب کردن و نوشتن نظرتون توی کامنت ها بهم انرژی بدید. مرسی که تا اینجا همراه بودید. بریم برای ویدیوی بعدی.